الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز و ارجمند، خدمت تمامی شما بزرگواران عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کجاهای موی مرد زده شود گناه دارد؟ ببینید، به صورت کلی احکامی که برای موی انسان مترتب هست سه مورد هست. یکی این که زدنشون و زدودن یک قسمتی از موها سنت هست و جز خصال فطرت هست. مویی که معمولا در بدن ایجاد تعفن و بدبویی میکنه، مانند موی زیر ناف یا موی زیر بغل، اینها را زدودنشون از نظر شرعی سنت هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه ترغیب کردند. در میان زن و مرد هم تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. موی دوم یک قسمت دیگری جایز هست، یعنی مباح هست. هم تراشیدنش مباح هست و هم گذاشتنش مباحه. هم تراشیدنش جایز هست و هم گذاشتنش جایز هست، مانند موی سر یا موی دست و پا برای آقایان یا خانم ها. هم این که انسان بگذاره جایز هست، اشکالی ندارد، و اگر کسی خواست و مصلحتی بود موی بدنش را، دست و پا و سینهش را به طور مثال اگر که زد، از نظر شرعی باز هم ممنوعیتی وجود ندارد. هر دو طرفش جایز هست، هم تراشیدنش جایز هست و هم گذاشتنش. این مورد دوم. و مورد سوم و حکم سومی که به مو مرتبط هست وجوب هست، یعنی نگه داشتنش واجب هست، و اون موی ریش و محاسن هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایات متعددی در واقع توصیه کردند که وعفوا اللحی، قسمت لحیه را و ریشهای خودتان را بلند بگذارید، آزاد بگذارید. این مجموعاً سه حکم هست برای موی انسان. آیا بابچی حرام است یا حلال؟ ببینید، هر بازی که شما رو از الله متعال غافل بکند یا اینکه مانع انجام فرایض شرعی، واجبات شرعی، حقوق و وظایفی که برگردن شما هست منجر بشود که اینها زیر پا برود، این حرام می شود. زیرا هر چیزی که منجر به یک امر حرام بشود از نظر شرعی هم حرام است. اما اگر بازی به گونه‌ای هست که شما را از کار و زندگی نینداخته، برای سرگرمی یکی دو ساعت مثلا بازی میکنید، از نظر شرعی اشکالی ندارد، جایز هست که الان پابجی باشد یا مواردی از این قبیل باشند، اینا از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما بازی باید در حد سرگرمی باشد، نه به صورتی که شما تمام وقت خودتان را صرف آن بکنید، از کار و زندگی و کارهای مفید در واقع بیفتید. این برای انسان مسلمان شایسته نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. خوبی یک انسان مسلمان در این هست که از کارهای بیهوده پرهیز بکند. کاری که برای شما منفعت دینی یا منفعت دنیوی ندارد، چرا باید انسان انجام بدهد؟ اما به عنوان سرگرمی تا یک مقداری و در یک محدوده‌ای که عرض کردم که منجر به ترک واجبات شرعی نشود، منجر به ترک حقوق زن و فرزند نشود، تا این اندازه از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. با سلام، کسی که با زن عمویش زنا کند حکمش چیست؟ تفاوتی ندارد. اصل زنا گناه کبیره است. اصل زنا گناه کبیره هست. الله متعال
اون را زنا را فاحشه نامیده، انه کان فاحشه و ساء سبیلا، و الله متعال زنا را در کنار قتل آورده، در کنار شرک و بعد از آن قتل و بعد از آن زنا را الله متعال ذکر کرده، جز گناهان کبیره است. در اصل گناه کبیره است و وقتی که یک مواردی پیش بیاید کبیره بودنش دوباره باز سنگینتر می شود، گناهش سنگینتر هست. به طور مثال اگر کسی با خویشاوند و محرمی زنا بکند، گناهش بیشتر از یک زنایی هست که با یک فرد مثلا ناآشنا و غریبه انجام بگیرد. اگر یک فردی به طور مثال فرض بکنیم که در مکان فاضل یا زمان فاضله مثلا زنا بکند، در ماه رمضان باشد، در ماهای حرام باشد، یا اینکه در مکان مقدسی باشد، مانند فرض کنیم که در حرم باشد یا جاهای دیگری در ماه مبارک رمضان باشد، اینها گناه زنا را سنگین‌تر می‌کند. یا فرض کنیم یک فردی مثلا با همسایه زنا بکند. از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که چه گناهی بالاتر هست؟ ایشان فرمودند که شرک و این که به پروردگار شرک بیاوری، و سوال شد که بعد از شرک فرمودند ان تزانی حلیلت جارک، این که با زن همسایه زنا بکنی. هر مقدار که این موارد اضافه بشوند گناهش هم در واقع اضافه می شود. و انسان مسلمان از تمامی مواردی که شبهه دارد، همان گونه که الله متعال می‌فرماد ولا تقربوا الزنا، هر حرفی، هر گفتاری، هر کرداری، هر راه و منشی که انسان را به زنا نزدیک می‌کند، انسان باید از آن پرهیز بکند و این راه را بر خودش ببندد. حکم جشن تولد در اسلام چیست؟ جشن تولد اساساً یک فرهنگ غیر اسلامی هست، یک فرهنگ غیر اسلامی هست که از نصارا به برخی از مسلمانان در واقع ورود پیدا کرده. همان گونه که ما می‌دانیم نصارا زمان ولادت عیسی مسیح را جشن میگیرند و این را تاریخ ابتدا و آغاز تاریخ خودشان اعلام کردند، اما مسلمانان برعکسشون هستند. مسلمانان تاریخ ولادت رسول الله را ابتدای تاریخ اعلام نکردند، بلکه هجرت را ابتدای تاریخ اعلام کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خودشون جشن ولادت نمی گرفتند، صحابه این کار را انجام نمی دادند. در قرون مفضله و قرنهای زمان طلایی صدر اسلام چنین رسمی نبود و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به ما توصیه کردند که از مشابهت با اهل کتاب پرهیز بکنید و این مورد یک مشابهتی هست با اهل کتاب. ما باید در این زمینه تا جایی که ممکن هست سعی بکنیم که از هر موردی که شباهت با اهل کتاب باشد در آداب و فرهنگ باید پرهیز بکنیم. عدد 26 شیطانی استاد؟ نه، ما عدد شیطانی نداریم. ما عدده که بگیم فلان عدد شیطانی هست، چون این اعدادی ما نداریم. اعداد برای شمارش هستند، برای این که انسان چیزی را بشمارد و هیچ عددی فی ذاته در حد خودش نه نحس هست و نه مبارک هست. ما عدد مبارکی نداریم که فی ذاته عدد مبارکی باشد یا یک عددی که فی ذاته عدد نحسی باشه. به طور مثال برخی فکر میکنند که عدد 13 مثلا نحس هست یا عدد 26 مثلا عدد شیطانی باشد. نه، به هیچ عنوان ما چیزی به عنوان اعداد شیطانی یا اعداد منحوس نداریم. اساساً ببینید عزیزان من، بحث برکت یا این که بدشگونی داشتن یک موردی، یک عددی، یک حرف و حدیثی یا یک کار و رفتاری یا یک شیئی، اینها همشون برمیگردند به شریعت اسلامی. ما نباید از طرف خودمون یک چیزی را نحس بدانیم یا یک چیزی را مبارک بدانیم.
مگر آن چیزی که از جانب شریعت برای ما بیان شده که فلان چیز مبارک هست. به طور مثال مثلا آب زمزم مبارک هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا خرمای مدینه مبارک هست. خب در اینا برکت هست، انسان از اینها در واقع استفاده بکند. و چیزی هم که از نظر شرعی نحس نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد، ما نمیتوانیم که به قول معروف با کیف خودمون و حدس و گمان خودمون بگیم فلان عدد مبارک هست و فلان عدد نامبارک هست. و حتی اعدادی که از روی اعداد ابجد به طور مثال مثلا تعیین میکنن، 786 به طور مثال مثلا میگن نام الله متعال هست، بسمی تعالی هست، این هیچ گونه به اصطلاح قداستی ندارد و هیچ گونه برکتی در این وجود ندارد. وقتی که انسان این 786 رو به طور مثال در ابتدای نام بنویسد، نه تبرکی دارد و نه شما به نام الله متعال مثلا نام خودتان را آغاز کردید. پس بنابراین نباید به این گونه موارد انسان باور داشته باشد. کسی که در فکرش زنش را طلاق بدهد یا ناخودآگاه کلمه طلاق به ذهنش بیاید، به طور وسواس طلاق واقع می شود؟ نه، در این صورت طلاق واقع نمی شود. این که یک فردی مثلا در قلب خودش بالفرض تصمیم طلاق هم دارد، در قلب خودش تصمیم طلاق دارد، بالفرض این هم که در قلب و دل خودش زنش را طلاق بدهد، یا این که فکر طلاق در ذهنش بیاید، یا این که وسوسه بشود که زنم مثلا طلاق است، با اینها به هیچ عنوان طلاق واقع نمی شود. طلاق فقط زمانی واقع می شود که انسان دیده و دانسته لفظ طلاق را بر زبان بیاورد و به خانومش بگوید که تو طلاق هستی، تو طلاق هستی، یا من تو را طلاق دادم. این جمله حتما باید در حال باشد، یا اینکه دلالت بر گذشته بکند که من تو را طلاق دادم، یعنی قبلا طلاق دادم، یا اینکه تو طلاق هستی، الان طلاق هستی. اگر کسی بگوید من تو را طلاق میدهم، طلاق واقع نمی شود. این طلاق به اصطلاح تهدید به طلاق است، طلاق دادن نیست. و تا زمانی که یک فردی طلاق را تلفظ نکرده، به زبان نیاورده، از نظر شرعی به اتفاق علما طلاق واقع نمی شود. من نماز نمیخونم چون هر دفعه یادم میره چطوری بخوانم. حرامه؟ بله، این گناه کبیره هست. ترک نماز گناه کبیره است. حداقل مسلمانی این است که ما پایبند نماز باشیم. حداقل مسلمانی این هست که ما حتما فرایض اصلی را من جمله نماز را که مؤکدترین و مهمترین واجب شرعی بعد از توحید برای ما نماز هست و نماز را به هیچ عنوان نباید ترک بکنیم. نماز خواندن مشکلی ندارد، همین یک کیفیتی هست که شما نماز میخونید و فراموش نمیکنید که من چطوری مثلا نماز میخوندم. کسی که نماز میخواند 5 وقت نماز را میخونی، نمازهای سنت و نفل میخونی، اصلا نماز خواندن کیفیتش فراموش شدنی نیست. و بالفرض هم که فراموش کرده باشید باید یاد بگیرید و نماز رو سر وقتش بخوانید. اگر کسی در یک مجلس زن خود را 3 بار طلاق بدهد دوباره رجوع کرده میتواند؟ جمهور علما نظرشون بر این است که اگر کسی در یک مجلسی 3 بار زنش را طلاق بدهد همان 3 طلاق واقع می شود. جمهور علمای مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که اگر فردی 3 طلاق را در یک جلسه صادر بکند و واقع بکند، همان گونه که خودش هم خواسته 3 طلاق واقع می شود. اما بسیاری از علمای معاصر و از علمای قبل، شیخ الاسلام ابن تیمیه و بسیاری دیگر از علما، نظرشون بر این است که 3 طلاق در یک جلسه همون 1 طلاق حساب می شود. اما نظر جمهور علما برخلاف این هست. اگر داخل هیئت سینه زنی ما خودمان را سگ امام حسین تشبیه کنیم عیب هست؟ ببینید الله متعال به انسان کرامت داده
الله متعال به انسان کرامت داده، ارزش و به اصطلاح احترامی الله متعال به انسان داده. انسان نباید خودش را مثلا حیوان بنامد، سگ بنامد یا حیوانات دیگری که هستند. این خلاف ادب هست. این نشانه محبت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. نشانه محبت با اهل بیت، با حسن و حسین، بعد قبل از اونها سیدنا علی و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهم اجمعین، این است که ما اونها را دوست بداریم، از اونها اتباع بکنیم، نگاه بکنیم که آنها چگونه زندگی میکردند و چه احادیث و روایاتی رو برای ما نقل کردند، اونها دینشان چگونه بود، عقایدشان چگونه بود، اعمال و رفتارشان چگونه بود. از هر گونه بدعت و خرافه‌ای که در زمان اون بزرگواران نبوده، آنها تایید نکردند، ما باید پرهیز بکنیم. نشانه محبتی نیست که ما خودمان را سگ دربار حسین یا کسی دیگر در واقع بنامیم. این خلاف در واقع کرامت انسانی هست. من اسم دخترم را یکتا موندم، میگن خوب نیست. نه، اشکالی نداره. اسم دختر که یکتا گذاشتی یا یگانه گذاشتی، نمیدونم بی همتا گذاشتی، بی نظیر گذاشتی، دلالت مواردی که دلالت میکنه که مثلا دخترتون تک هست و به اصطلاح کسی شبیهش نیست، نه، هیچ گونه اشکالی نداره. اینها نام الله متعال نیست. یگانه یا مثلا بی همتا یا نمیدونم بی نظیر، اینها نامه های الله متعال نیست. نامه های الله متعال فقط همون مواردی هست که در قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و هیچ اشکالی نداره. شما می توانید که نامه ها را بر فرزندان خودتون بگذارید. در مورد روزه نگرفتن که زنها در رمضان میخورند تفصیل بدید. وقتی که نمازهایی که در عادت ماهیانه خوانده نمیشه، چرا روزه را قضایی میگیریم؟ خب چرایش برمیگرده به این که الله متعال دستور داده. وقتی که پیامبر، الله متعال و پیامبر اینو برای ما مشروع کردن، ما بنده الله هستیم. هر چیزی رو که الله متعال توسط رسول الله به ما ابلاغ کرده که دین این هست، ما بر همون کیفیت عمل میکنیم. چرا الله متعال گفته 5 وقت نماز بخونید؟ خب چون که الله گفته ما انجام میدیم. چرا باید مثلا در سال 1 ماه رو روزه بگیریم؟ چون که الله متعال گفته. چه روزه‌ای قضا دارد، چه روزه‌ای قضا ندارد، این رو الله متعال برای ما گفته. هر چیزی رو که الله متعال فرموده باشد، پیامبر به ما ابلاغ کرده باشند، ما موظف هستیم که طبق اون عمل بکنیم، چه فلسفه آن را بدانیم یا این فلسفهش را ندانیم. همین سوال را یک فردی اومد از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پرسید که چرا ما نمازهایی را که در ایام پریودی نمیخوانیم قضا نمی آوریم، اما روزه را قضا می آوریم؟ عایشه رضی الله تعالی عنها به اون خانم گفت که احروریتون انتی، مگر تو فرد خارجی هستی که همش دنبال به اصطلاح بهانه هستید که چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد؟ ما مکلف هستیم. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور داده شده بود که نماز در زمان ایام عادت ماهیانی نخوانید و قضا هم ندارد، اما روزه نگیرید، روزه رو بعداً قضا بیاورید. این رو الله متعال برای ما در واقع به عنوان یک حکم صادر کرده و فلسفهش هم این هست که نماز معمولاً زیاد هست. مثلا یک خانومی که به طور مثال 10 روز عادت ماهیانش بوده، الان 50 تا نماز باید بخونه. 50 نماز خوندنش به اصطلاح خیلی سنگین هست. اما این که در طول سال، مثلا در هر ماه فرض کنیم که زن عادت ماهیانه می شود، بعد از هر ماه باید 50 نماز رو بیاید قضایی بیاوره، اضافه بر این که نمازهای به اصطلاح روزانه خودش را میخواند، اضافه بر اون نمازهایی که در واقع جزء فرض وقت هستند اونها را بخونند. اما روزه در ماه فقط 1 بار هست، 1 ماه هست و در 1 ماه یک خانمی 1 مرتبه عادت ماهیانه می شود. 5 روز، 7 روز، کمتر بیشتر که عادتش هست، این رو قضا
بیاورد در طول سال، در 11 ماه دیگه این قضا بیاورد. حکمش خیلی ساده است. در تابستان نتوانه سر بکند، در زمستان که هوا سرد می شود در اون وقت قضا بیاورد. قضا آوردن یک هفته روزه در طول سال مشکل نیست، اما قضا آوردن 50 نماز در هر ماه این واقعا مشکل هست و دین اسلام دین آسانی هست. به این خاطر هست که در شریعت اسلامی نمازی که در ایام عادت ماهیانه نباید بخونند قضا ندارد، اما روزه قضا دارد. من راضی نبودم. پدرم مرا به زور به عقد یکی در آورده. آیا ازدواج ما صحیح است؟ نه، صحیح نیست. چون این ازدواجی از نظر شرعی و بنابر فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم مردود و باطل هست. دختر به قول معروف بز نیست که به هر کسی بخواهید و هر گونه که بخواهید مثلا بدون رضایت اونو بفروشید و به کسی دیگر بدهید. و الله متعال پدر را سرپرست دخترش قرار داده برای اینکه مصلحتش را بیاندیشد و در صورتی که یک دختری راضی نیست، نمیتواند با یک پسری ازدواج بکند و نمیتواند با اون زندگی بکند، نمیتواند اون را قبول بکند از نظر نفسی و از نظر درونی، اصلا نمیتواند در کنار اون در واقع زندگی بکند. یک فرد دیگری رو شاید دوست داشته باشد یا اصلا فرد دیگری رو هم دوست ندارد، اما این فرد رو دوست ندارد، نمیخواد با اون زندگی کند. هیچ پدر و مادری یا هیچ ولی حق ندارد که دختری رو مجبور بکند که حتما با یک پسری که خانواده انتخابش کردن و خودش دوست ندارد، حق ندارید که دختر رو اجبار بکنید که حتما باید ازدواج بکند و اون به زور عقدش را ببندید. چون این ازدواجی، چون این عقدی از نظر شرعی مردود و باطل هست. و در صحیح بخاری هست که یک خانومی از انصار به نام خنسا دختر خزام بود که پدرش این دختر را به زور و بدون رضایتش به عقد یک مرد دیگری در آورده بود و که دوستش نداد. این دختر اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله نکاحش را مردود اعلام کرد. گفت اصلا این نکاح مردود و باطلی هست. نگفت که برو طلاق بگیر یا اون طرف رو داماد رو نگفت بیا طلاقش بده. فرمودند که اصلا این نکاح مردود، اصلا نکاحی در واقع منعقد نشده. و فردی که دختر خودش را، خواهر خودش را بدون رضایتش، با وجود این که اون دختر با زبان هم میگوید که من دوستش ندارم، دوباره اون رو بیاورد به نکاح یک مردی در بیاورد، این در واقع خودش عمدن دیده و دانسته و با اصرار داره دختر خودش را برای به اصطلاح یک رابطه وارد یک رابطه نامشروع میکند و این از نظر شرعی عرض کردم که جایز نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی هم که در صحیح بخاری و مسلم آمده صراحتا اینو فرمودند که ولا تنکحوا البکر حتی تستأذن. شما حق ندارید که یک دختر را بدون اجازه اش و بدون مشورهش به نکاح کسی دیگر در بیاورید. پس بنابراین چون این ازدواجی که بنابر به اصطلاح زور باشه، به قهر و اجبار باشد، از نظر شرعی مردود هست. و این پدر و مادری که دختران خودشان را بل اجبار و بدون رضایت ازدواج میدهند، اینها در واقع اون صله رحم را و اون حق پدری و مادری رو که دارند که باید به مصلحت دختر خودشون و فرزند خودشون بیاندیشند، اونو در واقع زیر پا گذاشتن. آیا سربریدن گوسفند برای خانه جدید و خونی کردن دیوار جایز است؟ اگر این سربریدن گوسفند برای مهمانی باشد، دوستان شما انتظار دارند وقتی که خونه جدید رفتید مهمانی بدید، یا اینکه خود شما به خاطر شکرانه نعمت این کار رو انجام میدهید و دوستانتان را دعوت میکنید، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد. جایز هست که شما به خاطر شکر نعمت وقتی که خونه جدیدی ساختید گرفتید، یا وقتی که خودروی جدیدی گرفتید، مغازه جدیدی باز کردید، برای این که شکرانه نعمت را
انجام داده باشید، اگر گوسفندی ذبح کردید از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما اگر منظور شما دفع جن و نمیدونم حسد و این گونه موارد باشد، این از نظر شرعی جایز نیست. این جزء اسباب شرک و حرام هست، ذبح کردن برای غیر الله، برای اینکه شما جنی رو راضی بکنید که به شما ضرر و زیانی ندارد، از خونه بیرون برود، یا اینکه جلوی چشم زخم رو بگیرید، این از نظر شرعی جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لعن الله من ذبح لغیر الله، الله متعال لعنت بکند کسی را که برای غیر الله ذبح بکند. ذبح برای این که شما جن را دفع بکنید و دیوار خانه را در واقع خونی بکنید که جن نیاید، یا اینکه بعضی از مردم اسپند آویزان میکنند، نعل اسب آویزان میکنند، شاخ حیوان آویزان میکنند، نمک آویزان میکنند. تمام اینها در واقع ابزاری هست که شرک آمیز هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من علق تمیمه فقط اشرک، هر کسی که تمیمه ای را آویزان بکند برای دفع جن و برای دفع سحر و جادو و نمیدونم چشم زخم، این در واقع مرتکب شرک شده، یک کار شرک آمیزی را انجام داده و این از نظر شرعی حرام و ناجایز هست. سلام، میگن موقع رفتن قبرستان زنان هر چقدر لباس هم بپوشند باز هم مردگان آنها را لخت میبینند. بله. و یکی از بزرگان گفته هر خانومی وارد قبرستان شد 3 عدد سنگ کوچک به چادرش ببندد تا لخت دیده نشود. خدمت شما عرض بکنم که اینها همهشون خرافات و افسانه هست. خب چرا مثلا 3 تا سنگ کوچک بردارید و بروید به لباستون ببندید؟ خب راه حلش اینه که همون لباس مردانه بپوشید و برید که اصلا مرده تشخیص ندهد که این زنی است که مردی اومد که بالای قبر. این عرض کردم که هیچ گونه به اصطلاح نه از نظر عقلی چون این چیزی ممکن است و جایزه و نه از نظر شرعی برای این ما دلیلی نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدای امر منع کردند برای اینکه زنان یا حتی مردان به زیارت قبور بروند و در این زمینه روایتی اومده در سنن ترمذی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زوارات القبور را، زنایی را که به زیارت قبرستان میروند، اینها را نفرین فرمودند. منتها بعداً اجازه دادند برای زیارت قبرستان و فرمودند که کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، من قبلا شما را از زیارت قبر منع کرده بودم، الان بروید اونها را زیارت بکنید، اشکالی ندارد. و حتی در صحیح بخاری و مسلم اومده روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه است که یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم از قبرستانی عبور میکردند که یک زنی نشسته بود روی قبری و اونجا گریه میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اتق الله واصبری، ای زن تقوا پیشه بکن و صبر بکن، این مصیبت بر تو آمده، صبر بکن. و اون زن گفت که الیک عنی، مرا رها بکن به حالت خودم، این مصیبت به من رسیده، آتش در قلب من روشنه، تو چه احساسی داری در این مورد؟ بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونجا دور شد، مردم به این زن گفتند که این رسول الله بود، این گونه بی احترامی کردی و جوابش را دادی. و این زن دوباره رفت در منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت که یا رسول الله ببخشید من متوجه نبودم، من به حال خودم نبودم، اصلا نشناختم که شما هستید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الصبر عند الصدمه الاولى، صبر زمانی ارزش دارد که همون غم و مصیبت در واقع تازه هست. از این حدیث فهمیده می شود که اگر واقعا رفتن سر قبرستان برای یک زن حرام بود، پیامبر ایشون رو در اونجا میفرمودند که بسیار چرا اومدی سر قبرستان، این که کار حرامی است. اگر واقعا مردگان زنده ها را، زنها را لخت میدیدن، رسول الله صلی الله علیه وسلم جلوی این زن رو میگرفت که چرا اومدی سر قبرستان، این مردگان تو رو در حالت لخت دارن میبینن. اما چون این چیزی ثابت نشده و این نقطه رو عرض بکنم که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست که به اصطلاح در جایی که نیاز هست یک حکمی رو بیان بکنه اون رو به تأخیر بیاندازن. هرگز رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام ندادن. وقتی که یک زنی رو دیدند که سر قبرستان هستند و منع نفرمودند، یعنی این کار از نظر شرعی اشکالی ندارد.
سلام مولانا، آیا فروختن موی سر خانم گناه دارد یا نه؟ به اتفاق علما فروختن موی انسان فرق نمیکنه، موی زن باشه یا موی مرد باشد، موی دختر باشه یا موی زن به اصطلاح متأهل باشد، هیچ تفاوتی ندارد. فروختن موی انسان از نظر شرعی به اتفاق علما جایز نیست، زیرا که الله متعال انسان را احترام داده، کرامت داده و این که اعضای انسان در بازار خرید و فروش بشوند، این در واقع یک نوع اهانتی هست. الله متعال میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را احترام دادیم، کرامت دادیم، و این که اعضای بدنش، مویش در به اصطلاح بازار خرید و فروش بشود مانند موی حیوان، این یک نوع بی احترامی به اسلام به انسان هست و از دیدگاه جمهور فقها عرض کردم که چنین چیزی جایز نیست. رسم است که در خیلی از خانه ها اسفند دود می کنند. هر اتفاقی که میفته سریع اسفند دود می کنند. یا آیا این عمل در اسلام و شرع مشکل داره؟ آیا بدعت هست یا شرک؟ اینا متاسفانه خرافاتی است که جا افتاده و مردم هم به اون عادت کردند و از نظر شرعی و عقلی چنین چیزی ثابت نیست که اسفند دود کردن مانع شر بشود یا جن را دور بکند یا این که چشم زخم را دور بکند یا این که به اصطلاح موارد منفی را از زندگی دور بکند. چنین چیزی به هیچ عنوان نه از نظر عقلی ثابت است، نه از نظر پزشکی ثابت است و نه از نظر شرعی. معمولا ما می‌بینیم که عجیب هست که حتی این بسیاری از این افرادی که جنگیر هستند و دعانویس هستند برای احضار جنها دارند از همین دود و امثال این استفاده میکنند. چگونه این مورد امکان پذیر داره که از یک طرف جنگیرها برای اینکه جنی رو احضار بکنند از همین اسفند دود بکنند و به اصطلاح آتشی روشن بکنند و دود ایجاد بکنند، از یک طرفی همین دود سبب برکت بشود. عرض کردم که از نظر شرعی چنین چیزی ثابت نیست و تا زمانی که از نظر شرعی ثابت نیست انسان نباید این کار را انجام بده. اما اگر کسی دوست داره، مثلا بویش خیلی خوب هست، بویش را دوست داره، یا مثلا بوی تعفنی رو میخواد که از خونه بیرون بکنه، به این منظور هست، از این نظر اشکالی نداره. اما اگر برای دفع جن و برای دفع سحر و چشم زخم باشه، عرض کردم که این جزء موارد شرک آمیز هست. یک چیزی رو که از نظر شرعی سبب و علتی نیست، شما دارید اون از طرف خودتون سبب قرار میدهید که اونم از نظر عقلی و از نظر علمی هیچ گونه ثبوتی ندارد. سلام، از چه زمانی میتوان غسل سنت جمعه را گرفت؟ آیا میتوان از ساعت 12 شب پنجشنبه غسل جمعه را گرفت؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای روز جمعه توصیه کردند که کسی که برای نماز جمعه می رود غسل بکند. به طور مثال در صحیح بخاری و مسلم آمده من جاء منکم الجمعه فلیغتسل، کسی که به نماز جمعه می آید غسل بکند. و زمان غسل جمعه بعد از دمیدن فجر هست تا زمان نماز جمعه که انسان به نماز جمعه میره. جمهور علما نظرشون بر این است که حتما باید در این زمان اتفاق بیفتد و اگر کسی شب غسل بکند، اون غسلی که شب انجام شده اون کفایت نمیکنه برای غسل روز جمعه. روز جمعه حتما بعد از طلوع فجر باید باشد و بهترین وقتش زمانی هست که انسان قبل از رفتن به نماز جمعه که برای نماز جمعه می رود بدنش به اصطلاح از عرق و بوی بد در واقع پاک بشود و خودش هم راحت تر باشد و به نماز جمعه برود. غسل جمعه از دیدگاه جمهور علما هر چهار مذهب اهل سنت و الجماعت جز غسل‌های سنت هست، جز غسل‌های واجب نیست. اگر کسی هم وضو گرفت در این زمینه و به جای غسل اشکالی نداره، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت سمره که در سنن ترمذی است فرمودند که اگر کسی روز جمعه وضو بگیرد کار خوبی هست و اشکالی نداره. و من اغتسل فالغسل افضل، اگر کسی غسل بکند غسل بهتر و کاملتر است، این نظافت کاملتری است. پس بنابراین غسل روز جمعه سنت هست و واجب نیست. سلام جناب مولانا، میشه درباره خرمهره و خوردن آب خرمهره معلومات بدید؟ این خوردن آب خرمهره رو من اولین بار میشنوم. خدمت شما عرض بکنم که واقعیت این است که اگر خرمهره شانس می آورد، برای خود اون خر بیچاره شانس می آورد، به دست شما در واقع نمی رسید. خر دیگه خر نمی شد
و نمیدونم انسان تا چه اندازه باید در این زمانی که زمان علم و دانش و زمان واقعیت گرایی هست و انسان ادعای سواد میکنه، بازم یک مواردی رو که نه با عقل جور میآید و نه با به اصطلاح شریعت اون رو تایید میکند، مواردی رو معتقد هستند و در واقع انجام میدهند. این فروختن خرمهره این اگر فایده ای داشته باشد، تنها فایده اش برای کسانی هست که اون رو خرید و فروش میکنند و از این طریق کسب درآمد میکنند. برای شما نه شانسی میآورد، نه اینکه ایجاد محبتی میکند، نه به اصطلاح موارد منفی را و افکار منفی را از شما دور میکند. هیچ گونه فایده‌ای در این زمینه برای شما ندارد. و عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بنابر روایتی که در سنن ابو داود هست فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو فرمودند که ان الرقى والتمائم والتولة شرک. رقیه های شرک آمیز و همچنین تمیمه یعنی چیزی که در روی بدن آویزان می شود، مهره‌ای باشد، سنگی باشد، نگینی باشد، یا حتی اگر یک دست نوشته چیزی باشد، و توله و اون چیزی که برای ایجاد محبت در واقع روی انسان میبندند و ایجاد میکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام اینها رو در واقع از شرک نامیدند، جز موارد شرک آمیز هست و هیچ کسی برای شما شانس نمی آورد، برای شما خیر و برکت نمی آورد مگر آن چیزی که الله متعال برای شما مقدر کرده باشه. این که خرمهره باشه، نمیدونم مهره مار باشه، نمیدونم سنگ فلانجا باشه، یاقوت فلانجا باشه، انگشتری چنین و چنانی باشه، اینها هیچ کدامشون نه از نظر شرعی ثابتند و نه از نظر عقلی چنین چیزی ثابت است. صرفا یک موارد تبلیغاتی هستند که کسانی که منفعت مالی دارند این موارد را در واقع تبلیغ میکنند. آیا در آن زمان لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم با پوشش سایر مردم تفاوتی داشته است؟ نه، لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ گونه تفاوتی با بقیه مردم نداشته. دقیقاً همون لباسی را که بقیه مسلمانان حتی مشرکان آن زمان می پوشیدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم به همون کیفیت لباس می پوشیدند. حتی در زمانی که در چند مورد اتفاق افتاده، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردند و رفتند در مدینه، چون که همراهشون ابوبکر بود، ابوبکر یار غار رسول الله و همسفر و هم هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. وقتی که به مدینه رسیدند، بسیاری از مردم مدینه که تا حالا پیامبر رو ندیده بودند، به جز مهاجرینی که از مکه رفته بودند، نمی شناختند که به اصطلاح پیامبر کدام هست و ابوبکر کدام هست. ابوبکر از نظر سنی ظاهرش پیرتر بود از رسول الله صلی الله علیه و سلم، موی سفید شده بود، اما رسول الله جوانتر نشون میداد. مردم می آمدند به ابوبکر میگفتند السلام علیک یا رسول الله، فکر میکردن ابوبکر به اصطلاح پیامبر هست. ابوبکر دیدن که وضعیت این گونه است، بلند شدند و چادری رو که داشتند این رو روی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتند که به اصطلاح سایه بشود. از اینجا مردم وقتی که می آمدن میفهمیدند که این هست رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا در مورد پیش اومده که مثلا یک اعرابی اومد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد و سوال کرد که ایکم محمد کدوم یکی از شما هست؟ از بس که ظاهرشون همه یکی بود، یک گونه لباس پوشیده بودن، قابل تشخیص نبود که رسول الله صلی الله علیه و سلم کدوم هستند. مثل بقیه نماز میخوندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما انا عبد، من بنده از بندگان الله متعال هستم، مانند بقیه بندگان الله غذا میخورم، زندگی میکنم و به اصطلاح میپوشم. و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در وارد منزل میشدن، مشغول همین خدمت خونه بود، یا گوسفندشون رو میدوشید و یا مثلا کفشش رو تمیز میکرد و وصله میزد و کارهای عادی که هر انسان انجام میدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً هم در عمل هم در پوشش مانند بقیه مسلمانان بود و به گونه‌ای رفتار نمی‌کردند که از بقیه متمایز باشند. برای غسل جنابت باید حتما حمام رفت؟ آیا وضو کافی نیست؟ نه، وضو کافی نیست. برای غسل جنابت و غسل پریودی حتما به قول شما انسان باید حمام برود، یعنی این که تمام بدن خودش را حتما باید بشوید.
وضو به هیچ عنوان جایگزین غسل نمی شود برای بعد از پریودی و بعد از جنابت حتی یا بعد از احتلام یا خود ارضایی انسان حتما باید غسل بکند، یعنی تمام بدن را باید آب بکشد به نیت طهارت. اما این که وضو بگیرد، وضو جایگزین غسل نیست. بله، در مواردی که فرض کنیم که یک مردی یا فردی به طور مثال در حالت جنابت هست، میخواد در حالت جنابت بخوابد یا اینکه مثلا چیزی بخورد، سنت این است که وضو بگیرد. وضو جنابت را تقلیل میدهد، کمترش میکند، اما به صورت کلی از بین نمیبرد. وقتی که بر یک زنی یا مردی جنابت واجب شد، حتما باید غسل بکند در صورتی که آبی وجود داشته باشد. اگر آب وجود نداشت، به جای غسل میتواند که تیمم بکند. سلام، من یک سوال دارم. شنیدم که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در قبر سالم هستند. آیا شامل تمام پیامبران می شود؟ بله، این شامل تمام پیامبران می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال بر زمین حرام کرده که اجسام پیامبران را بخورد و خاک بکند. هم رسول الله و هم انبیاء دیگر در واقع این گونه هستند. حتی اضافه بر انبیا به عنوان کرامت بارها ثابت شده، کسانی که شهید بودند، علمای ربانی بودند یا کسی در راه الله متعال شهید شده، بعد از چندین سال به طور مثال قبرش را باز کردند، دیدند که جسدش هنوز به صورت کامل و سالم باقی مانده. این یک نوع کرامت هست، یک نوع احترام و عزتی هست که الله متعال به برخی از بندگانش میدهد، من جمله انبیا که در این زمینه نص صریحی وجود دارد که رسول الله فرمودند الله متعال بر زمین حرام کرده که اجساد انبیا را بخورد. آیا اهدای عضو گناه است؟ اهدای عضو گناه نیست، جایز هست. اعضایی که ببینید قاعده داریم، اعضایی که در بدن دوگانه هستند، اعضایی که دوگانه هستند مانند کلیه، اگر کسی بخواد کلیهش را به یک فرد دیگری اهدا بکند از نظر شرعی اشکالی ندارد، جایز هست. اما اعضایی که فقط یک مورد داریم، مثل تک هستند و اگر این فرد به اصطلاح اون عضو را اهدا بکند، خودش اون حاسه را کاملا از دست میدهد یا اینکه به اصطلاح زندگی خودش را از دست میدهد، این از نظر شرعی جایز نیست. و این که انسان عضوش را هدیه بکند که خودش بمیرد دیگری زنده بشود، این جایز نیست و زندگی اون فرد دوم از زندگی شما مهمتر نیست و اون زندگی دوم هم یک زندگی احتمالی هست، چه بسا زنده بشود، زنده بماند یا اینکه زنده نماند. عضوی را که زندگی بر آن منوط هست از نظر شرعی اهدا کردن چنین عضوی جایز نیست. و همچنین عضوی که در واقع منتقل کننده به طور مثال به اصطلاح نطفه هست، مانند عضو تناسلی به طور مثال یا بیضه هایی که در واقع ایجاد نطفه می کنند، اهدای چنین اعضایی از نظر شرعی جایز نیست. اما اهدای اعضای دیگر که در واقع این محظوریت را ندارند از نظر شرعی کاملا جایز هست. منتها این نقطه را اشاره بکنند که اهدای عضو جایز هست، خرید و فروش عضو از نظر شرعی جایز نیست. خرید و فروش اعضای انسان که در بازار مانند بقیه وسایل و کالاها خرید و فروش بشوند، این از نظر شرعی با کرامت انسانی تضاد دارد. اما اگر کسی خواست اعضای خودش را به اون شرایطی که عرض کردم هدیه بدهد به یک دوست و عزیز دیگری، این از نظر شرعی اشکالی ندارد. آیا بعد غسل کردن وضو گرفتن جایز است؟ منظورتون اینه که آیا میشه بعد از غسل دوباره وضو گرفت؟ آیا لازم هست؟ نه، لازم نیست. اگر کسی غسل کرده و
در هنگام غسل نیتش طهارت بوده، نیتش ورزش نبوده، برای شنا نرفته بوده، استخر نرفته بوده، یا مثلا بی اختیار در آب نیفتاده باشه که مثلا تمام بدنش خیس بشود، به نیت طهارت رفته حمام کرده، در این صورت بعد از آن نیازی به غسل نیست. خود غسل در واقع یک نوع طهارت کاملتر و بالاتر از وضو هست و از نظر شرعی سنت هست که ما قبل از غسل وضو بگیریم. سنت هست، واجب نیست. حتی اگر کسی قبل از غسل وضو نگرفته باشد، باز هم از نظر شرعی همان غسل کفایت می کند، طهارت حاصل می شود و بعد از غسل نیازی به وضوی دیگری نیست، مگر در صورتی که در هنگام غسل یا همون حمام رفتن نیت طهارت نداشته باشد، که در وقتی که انسان نیت طهارت نداشته باشد اون غسل از نظر شرعی معتبر نیست و بعد از آن باید وضو بگیرد. آیا کسی که نمازش را نمیخواند غذایی که درست میکند حرام است؟ ترک نماز جز گناهان کبیره است. خانمی یا آقایی که نماز نمیخواند مرتکب گناه کبیره است. هر وقت نمازی را که نمیخواند یک گناه کبیره را انجام داده و این گناه کبیره بزرگتر از بقیه گناهان هست. یک تصوری رو که مردم دارن در مورد ترک نماز سهلنگاری میکنند و منتها همین افراد رو میبینیم که گناهان دیگر رو خیلی سنگین میبینند. زنا را، دزدی را، نمیدونم ربا خوردن را، شراب خوردن را بد میدونن، اما ترک نماز رو بد نمیدونن. ترک نماز گناهش از گناه شراب خوردن و موارد مشابه خیلی سنگینتر و بیشتر است. نماز یکی از ارکان اسلام هست، جز واجبات و اصول اصلی اسلام هست، اما ترک شرابخواری یا مثلا ربا جز اصول اصلی نیستند، جز ارکان نیستند، درست از گناه کبیره هستند، این محرز و ثابت هست. اما وقتی که یک انسانی یکی از اصول اسلام را زیر پا میگذارد، این زیر پا گذاشتن و ترک کردن اصول اسلام و ارکان اسلام گناهش از گناهان دیگر در واقع بالاتر و سنگینتر است. اما این سبب نمی شود که به اصطلاح غذایش حرام بشود، آبی لیوانی که دست شما میدهد اون حرام بشود، تأثیری بر این ندارد. زن و مردی که بیش از 10 سال رابطه ندارند و مرد مشکل دارد، زن چه کار بکند؟ و وقتی که مشکل دارد، الحمدلله امروزه امکانش هست و دوا و دکتر و درمان و ضعف جنسی الحمدلله که به اصطلاح درمان داره، میتونه که به اصطلاح بره و شرم رو باید انسان کنار بگذاره. و ضعف جنسی هم مثل بقیه مواردی هست که بدن ضعیف می شود و بیمار می شود، این هم یک نوع بیماری هست و که به اصطلاح دلایل و اسباب خاص خودش را دارد و این مرد باید برود و خودش را علاج بکند تا اینکه بتواند زندگی به اصطلاح زناشویی رو به نحو احسن در واقع انجام بدهد. اما از نظر شرعی و به صورت کلی، به طور مثال اگر یک زن و مردی با هم ازدواج کرده بودند، بعد از ازدواج مشخص شد که این آقا به صورت کلی نمیتواند که همبستری بکند و زن هم به طور مثال جوان هست و نیاز داره، نمیتونه خودش رو کنترل بکند، در این صورت اگر علاجی نداشته باشد یا اگر شوهر امتناع بکند از علاج کردن، در این صورت زن میتواند که تقاضای طلاق بکند و از این مرد جدا بشود.
اگر کسی گفته باشه همه چی بینمون تموم شده و فقط یک امضای بنده مونده، حکم همون طلاق رو داره حرفش؟ نه، این حرف به معنی طلاق نیست. این حرف که همه چیز در میان من و تو تمام شده، این حرف دلالت بر طلاقی نداره و صراحتی در این زمینه نداره. بعد از این که کسی این حرف رو زده، میتونه دوباره با هم دیگه بروند و زندگی بکنن. و الفاظ کنایه بگونی هست، این الفاظی که صراحتی در طلاق ندارند، حکمشون از نظر شرعی این است که اگر اون فرد نیت طلاق را داشته باشد، یک طلاق واقع می شود، و اگر نیتش طلاق نشده باشد، در این صورت طلاقی واقع نمی شود. مثلا گفته باشه که منظور من این بوده که همه چیز بین من و تو تمام شده، یعنی احترامی دیگه نمونده، دل بستگی و رابطه دیگه نمونده، زن و شوهری که مثلا بتونی همدیگر رو راضی نگه داریم، اون در واقع نمونده. این هیچ کدومشون دلالت بر طلاق ندارن. منتها اگر لفظ کنایه بیگونه ای باشد که طرف نیتش از این لفظ کنایه طلاق باشد، صرفا یک طلاق واقع می شود و می توانند دوباره با هم دیگر ازدواج بکنند. من حامله هستم و مشکل آرال دارم، چیکار کنم؟ نمیدونم این منظور شما آرال ادرار هست یا اینکه مشکل ویار دارید. اگر منظورتون مشکل ویار هست، خب این ربطی با به اصطلاح نماز نداره. و این که کسی استفراغ بکند، استفراغ کردن جز شکننده های وضو شمرده نمی شود، خصوصا وقتی که به اصطلاح یک فردی مثلا ویار داره و پشت سر هم مثلا استفراغ میکنه و استفراغش هنوز مثلا تازه هست، این جز شکننده های وضو نیست. می توانید که به اصطلاح نماز بخونید و بالفرض هم که بنابر فقهایی که مثلا فتوای مثلا این رو میدهند که جز شکننده ها است، خب می توانید دوباره وضو بگیرید و بروید نماز بخونید. اما اگر منظورتان این مشکل ادرار دارید، مثلا تکرر ادرار دارید، از نظر شرعی باز هم اشکالی نداره، می توانید نماز خودتان رو بخونید. یک بار برای هر نماز جداگانه وضو بگیرید و با این وضو تا وقت نماز بعدی شما می توانید هر نمازی که خواسته باشید بخوانید، نمازتون کاملا درسته. آیا دست نماز از همسر خود باطل می شود؟ نه. نظر جمهور علما این است که اگر زن و شوهر هم دیگر را دست بزنند، یا یک مردی زنی را دست زد یا زنی مردی را دست زد، از نظر جمهور علما وضو باطل نمی شود. احیانا رسول الله صلی الله علیه وسلم امکان داشته که مثلا با همسران خودشون مثلا تماس بدنی داشته باشند، یا در حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها اومده که رسول الله در حالت سجده بودند و من به کف پای ایشان دست زدم و نماز خودشان را نشکستند. نظر جمهور علما این است که نماز وضو نمیشکند و نماز هم صحیح است. من یک خانم هستم، زیادتر ناخن انگشتان خود را دراز می کنم. آیا گناه دارد؟
این که انسان ناخن دستهاش بیش از اندازه دراز باشد، این از نظر شرعی خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که 10 یا 5 من الفطره و یکی از اونها همین تقلیم الاظافر هست که انسان ناخنهای خودش را کوتاه بکنند. اما اگر کسی ناخنش به اصطلاح مقداری بلند بود یا ناخن گذاشته بود، منظوری که ناخن خودش بلند شده بود، این اشکالی نداره، به این معنی که در وضو اشکالی به وجود نمیاد. وضوی شما و همچنین نماز شما از نظر شرعی صحیح است، خصوصا وقتی که انسان نظافت را رعایت بکند. حتی بالفرض این که اگر زیر ناخن هم چرکی چیزی جمع شده باشد، از نظر شرعی وضوی شما صحیح است. اما این که انسان ناخن بلند بکند، عرض کردم که خلاف سنت رسول الله است. اما این که بگیم گناهی مرتکب شده یا وضویش باطل هست یا نمازش باطل هست، نه، در این اندازه نیست. خب دوستان عزیز، به همین مقدار کفایت میکنیم و شما را تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.